سیاهچاله ها وحشتناکترین و قدرتمندترین مکنده های این کیهان. اگه به یک سیاهچاله نزدیک شدید دیگر بازگشتی وجود ندارد. در واقع اینطوری تصور میکنیم که حتی نور هم نمیتونه از اون فرار کنه و زمان رو هم متوقف میکنه، جایی که هرگز فراری برای اون وجود ندارد. خب چی میشه بهتون بگم که اینطوری ها هم نیست، چون سیاهچاله اونطوری نیست که به صورت سرگردان و معلق مثل یه جاروبرقی بچرخه و هر چیزی که نزدیکش باشه رو ببره. اما خب قدرت گرانشی بسیار زیادی اونو نباید دست کم بگیریم. فرمولی بسیار ساده که از یک سیاهچاله در تصورمون بود رو دور بریزیم و با این واقعیت‌های سیاهچاله آشنا بشید. با من در این ویدیو همراه باشید. برای شروع میخوام بهتون بگم که سیاهچاله ها از ستاره هایی که حداقل 7 برابر جرم خورشید ما رو دارن به وجود میان و اینکه طرز کارشون فقط بلعیدن به صورت کاملا ساده باشه نیست. مکنده های کیهانی یا همون سیاهچاله ها مکانی دارن که اگه بهش نزدیک بشید دیگه راه بازگشتی وجود نداره. به این قسمت از سیاهچاله افق رویداد یا ایونت هورایزن گفته میشه، به طوری که تا شما به این فاصله و مجاورت با این غول نرسید و در نقطه دیگه باشید عملاً اتفاقی براتون نمیفته. ولی خب همونطور که میدونید نور هم بعد از رسیدن به این نقطه دیگه راه خروجی رو نمیتونه پیدا کنه. اما نکته دیگه ای هم در این مسئله وجود دارد. افق رویداد کجاست؟ همین نقطه، اینجا، یعنی دروازه ورود به گرانش بیش از حد، گرانش غیر قابل تصور که زمان رو در اون میتونیم مخفی کنیم. خوشبختانه هیچ سیاهچاله‌ای در اطراف ما وجود ندارد. البته اینکه سیاهچاله ها چطور به وجود میاد فرمول خیلی خاصی داره که یعنی همون قضیه فشردگی، سقوط جرم در تار و پود مکان به سمت بی‌نهایت. با این حال حتی شما میتونید از زمین هم یک سیاهچاله بسازید. تا وقتی که بتونیم زمین رو به قطر یک سکه در بیاریم سیاهچاله ما متولد میشه. یا خورشید، اگه خورشید رو در همین جرم به قطر 3 کیلومتر برسونیم اون وقتی که سیاهچاله ما از یه انفجار شدید متولد میشه. اما اینکه شما به درون هر کدام از این سیاهچاله ها بیافتید و چه اتفاقی براتون میفته کاملا یکسانه. یعنی اینکه به صورت ناگهانی خرد نمیشید. طبق گفته دانشمندان شما بعد از اینکه به افق رویداد میرسید اگه چشمتون رو به پاهاتون بدوزید ببینید که پدیده اسپاگتی رخ میده. اما این پدیده یعنی چی؟ در واقع همون مسئله کش آمدن. شما میبینید که پاهاتون به سرعت از بالاتنتون دور میشه و به نحوی دیگه نمیتونید اونو لمس کنید، اما نه به میزان خاصی، بلکه سیاهچاله ها قصد دارن هر چیزی رو تا سرحد اتم هاشون تجزیه کنن و خب این هم خیلی دردناکه و خشونت بالایی هم داره که کل این فرایند اسپاگتی شدن در چند ثانیه یا نهایتاً چند دقیقه انجام میشه. ولی خب خبر خوبی هم وجود داره. برگشت از سیاهچاله ها ممکن شده. دانشمندان راه جدیدی رو برای برگشت از سیاهچاله کشف کردن. البته نه به اون شکلی که اول بودید. به لطف این کشفیات استیون هاکینگ سیاهچاله ها پدیده کوانتومی جالبی دارن. ما کشف کردیم که در سیاهچاله ها مواد در حال واکنش هستن. بعضیاشون در درون سیاهچاله ها و بعضیاشون به صورت پدیده کوانتومی و خارج از سیاهچاله. این یعنی همون تشعشعاتی که هاکینگ کشف کرد. اما خب این هم زمان زیادی میبره، چون این پدیده کوانتومی که تبخیر سیاهچاله نام دارد در طی میلیون ها سال اتفاق میفته. اما خوشبختانه اتم های ما دوباره میتونن از پایین‌ترین نقاط شکل بگیرن. البته اگه جمع کردن این اتم ها زمان زیادی نبره. هرچند که به سیاهچاله نزدیک نیستیم، اما خوبی هم که داره اینه که از همین تشعشعات میتونیم برای انرژی مورد نیاز زمین استفاده کنیم. انرژی پاک و بدون آلودگی های زیست محیطی. خب وقتی هم که از انرژی پاک صحبت میشه سریعا به سمت توربین های بادی و پنل های خورشیدی میریم که البته این چنین فعالیت هایی هم بسیار مؤثر هستند. اما بیاید اینو بهتون معرفی کنم. انرژی همجوشی هسته‌ای بسیار پاک بدون تشعشعات هسته‌ای و از همه مهمتر به صورت فرآور و ساده در دل طبیعت قابل دسترسیه که در ویدیوهای آینده قطعا در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد. به سیاهچاله‌های خودمون برگردیم. سیاهچاله‌های کیهان ما متفاوت از نظر حجم و اندازه و از نظر قدرت هستند. سیاهچاله‌های به قطر چندین کیلومتر تا بزرگترین کشف شده آنها یعنی اسلب
که در مرکز کهکشان فینیکس A قرار داره که جرمش رو تقریباً 100 میلیارد برابر خورشید ما قرار دادن. دانشمندان قبلش فکر می‌کردن که بزرگترین سیاهچاله تار 618 با جرم 66 میلیارد برابر خورشید است. خب از اونجایی که همیشه این کیهان برای ما تازه ها رو ارائه میده، حقیقتاً ارائه هر آماری در آینده قطعاً عوض میشه. شاید نکته‌ای که در ذهنتون باشه دیدن سیاهچاله هاست. خب چیزی که نور رو هم میبلعه چجوری میتونه به چشم ما برسه و ما بتونیم اونو ببینیم؟ درسته هیچ نوری از خود سیاهچاله منتشر نمیشه، اما افق رویداد اون کاملا متشکل از نورهای خم شده ستاره‌هایی است که در خودش بلعیده. یا حتی اگه ستاره هم در نزدیک اون نباشد، دانشمندان میتونن با اشعه ایکسی که سیاهچاله‌ها بعد از بلعیدن جسم‌های بزرگ از خود منتشر میکنن هم ببینن و اونقدرها هم این اجرام نامرئی نیستن و خیلی خوب هم میشه همه اونها رو دید. اما مهمترین و شاید جذابترین قسمت ماجرا در مورد سیاهچاله‌ها اینه که پشت این غول‌ها چه چیزی در انتظار ماست. خب بازم هیچ سرنخی وجود نداره. وقتی در سیاهی یک سیاهچاله برای همیشه از دید ناظر بیرونی محو شدید، به کجا میرید؟ برای این مورد هم شاید انیشتین تونسته باشه این مسئله رو برامون یک کمی روشن کنه. پل انیشتین روزن، یا میشه گفت کرمچاله، یا بهتره بگیم میانبر، جایی که دو نقطه از کیهان با فاصله های میلیون سال نوری به هم متصل شدن و شما با عبور از یک دروازه‌اش به جای دیگه میرید بدون اینکه مسیر رو طی کنیم، یا حتی ممکنه به واقعیت دیگه برسیم، یا جهانی موازی. خب اینکه کجا و چه چیزی در انتظارمونه خیلی روشن نیست، اما مطمئن باشید در همون چند ثانیه اول شما تا سرحد مرگ تجزیه خواهید شد. کسی چه میداند؟ شاید تونستیم از کرمچاله‌ها به عنوان متروهای کیهانی استفاده کنیم. اما بیایید به آینده نزدیکتر خودمون بپردازیم. هنوز ما منظومه شمسی خودمون رو نگشتیم. هنوز از زمین هم خیلی دور نشدیم. پس اگه دوست داشتید در کامنت ها بهمون بگید تا مستند از اوایل منظومه شمسی رو تا پایان احتمالی اون بسازیم. ممنون از شما که در این ویدیو هم با ما همراه بودید. لطفاً حمایت خودتون رو با سابسکرایب کردن کانال و لایک یادتون نره تا با هم بیشتر یاد بگیریم.